دو تا آیه خدمتتون تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا، با این شروع شده، ربنا، پروردگارا، بارالها، آتنا، عطا بفرما، من لدنک، از نزد خودت، رحمتا، رحمت، و هیئ لنا من امرنا رشدا. این آیه در سوره کهفه. پروردگارا از نزد خودت رحمتی برای ما عطا بفرما و زمینه رشد و تکامل ما را با اون رحمت فراهم بفرما. خوب دقت بکنید، آیه خیلی کوتاهه. خداوند به ما یاد داده، ادب یاد داده که از پروردگار رحمت بطلبیم. میدونی منظور از رحمت اینجا چیه؟ منظور از رحمت اینجا فکر هست و عقل هست. اعضای بدن انسان متعدد هست. چشم هست، گوش هست، زبان هست، بینی هست، پا هست، دست هست، شکم هست، دندان هست، لبها هست. اما دو تا از اعضای بدن انسان سید الاعضا هستند. سرور و آقای تمامی اعضای بدن انسان هست و ارزش هر انسانی تو ارزش اون دو تا عضوه، به شرطی که هر انسانی اون دو تا عضو فعال بکنه، از وظیفش معطلش نکنه. یک، عقل انسان. دو، دل انسان. درست خدا دست و پا و گوش و بینی و شکم و چیزهای دیگر داده، اما انسان به این دوتاست. خدا عقل داده و خدا دل داده. سوال اینجاست، خدا عقل داده که فکر بکنید و دل داده که دوست بدارید. اگر این دوتا درست بشه تو نتیجه میگیرید و عزیز میشید و به سعادت میرسید. خدا عقل داده که فکر بکنید، اما نه اینکه هر کسی با عقلش فکر کرد نتیجه گرفت. نه، خدا دل داده که دوست بدارید، نه هر کسی با دلش گفت دوست دارم نتیجه گرفت. خیلی دوست داشتنی ها آدم رو بدبخت میکنه و خیلی فکر کردنی ها آدم رو بدبخت میکنه و خوشبخت هم نمیکنه. پس خدا عقل داده که فکر بکنید، در چیزهای خوب فکر بکنید تا نتیجه خوب برای خودت در نتیجه فکر کردن و برای جامعه بگیرید. یک نفر فکر میکنه برای خودش نتیجه میگیره و برای کل جامعه نتیجه میگیره. باور بکنید اگر ما خوب فکر بکنیم با این عقل خدا دادی، نتیجه برای جامعه انسانی و اسلامی میگیریم که حتی آیندگان ما وقتی بعد از ما میان میگن خدا رحمتشون بکنه. درود بر اونهایی که خوب فکر کردن و خوب نتیجه گرفتن و اعمالشون و نتیجه افکار خوبشون که با این عقل خدا دادی امروز ما داریم استفاده میکنیم. مگر این کتابهایی که در کتابخانه های دنیا وجود دارد و سرمایه های ملی هر جامعه هست، نتیجه چیه؟ نتیجه که دیگران قبل از ما بودن با عقلشون خوب فکر کردن، کتاب نوشتن. خوب فکر بکنیم تا خوب نتیجه بگیریم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اولین چیزی که باید در اون فکر بکنید درباره عظمت خداست. هر چیزی که تو را به خدا نزدیکتر بکند باید همیشه در اون فکر بکنید. و میدان فکر دو تاست، یکی بدن خودت و یکی کل دنیا. در کل دنیا نگاه بکن تا به خدا برسی، تا به عظمت خدا پی ببری. حتی اگر شده در شبهای تاریکی که مهتاب نیست، در روستاها برو ساعت 12 شب برو پشت بام به این
عظمت و بزرگی آسمان نگاه بکن. شاید در روز مشخص نشود، در تاریکی شب چشمتو از زمین بلند بکن، به آسمان نگاه بکن، اونجا هم دنیایی هست، عالمی هست، جهانی هست. خداوند با قدرت بشناس. پس با عقل باید فکر بکنیم و خوب فکر بکنیم، چیزی که ما را به خدا برساند و روز به روز بزرگی خدا را در نتیجه فکر کردن در دل ما تقویت بکند و در ذهن ما و فکر ما باید همیشه اون فکر داشته باشیم. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، به کوه و جنگل و صحرا و دریا، تویی پیداتر از پیدا خدایا. فکر بکنیم در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز امتش این همه گسترده شده؟ میدونی چرا؟ چون اون فکر به ما که نبودیم در زمانش هم میکرد که چطوری نسل بعدی امت من دیندار بشون، عالم بشون، دانشمند بشون، پاک بشون، با تقوا بشون، با خدا بشون، عبادتکار بشون، خدمتگزار هم دیگر باشن. همه ما و شما اگر اسلامی داریم از برکت فکر رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره امتش بوده، هیچ چیزی دیگر نیست. حالا اگر من و تو هم فکر بکنیم برای نسل آینده همون خواهیم شد. کافی نیست که خودت بیایی به مسجد، باید فکر بکنید که مسجد رو آباد بکنید. کافی نیست که خودت به مدرسه برید، باید فکر بکنید که همه رو مدرسه‌ای بکنید. کافی نیست که خودت آبروت حفظ شه، باید آبرو و ناموس مسلمان هم برای تو مهم باشه. به فکر حفظ آبروی مسلمان و ناموس مسلمان باشید. یک مسلمان وقتی شراب میخورد آبروی خودش تنها نمیرود، آبروی 1,200,000,000 مسلمان میبرد و شخصیت رسول الله زیر سوال میبرد. میگن این مسلمان ها این طرفدار محمد و مانع مسلمان شدن خیلی ها میشود. میگن این مسلمانی است، اینها پیروان محمدن، ما نمیخوایم مسلمان بشویم. چرا فکر نمی کنید؟ کافی نیست روز 5 بار بیایی اینجا خم و راست بشید، چون بابا خم و راست میشد، چون ماما خم و راست میشد. برای این خم و راست شدن باید اول فکر ما خم بشه، در مقابل عظمت خدا تعظیم بکنه، بعد دل ما در مقابل عظمت خدا سجده بکنه، بعد کمر ما خم بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقط غم انسانیت داشت. هر کسی فکر کرد غم تو دلش میاد. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید سن اعتیاد 10 سال باشه؟ شنیدید شما؟ 30 سال پیش سن اعتیاد 50 سال بود، حالا 10 ساله. یعنی 10 ساله مواد مصرف میکنه. آیا فکر کردید چرا؟ فکر نکردیم. اما اگر یه معتادی تو خیابون دیدیم لگدش میزنیم. برو که آبروی مسلمان بردید، آبروی خانواده هم بردید. اگر همه ما فکر میکردیم اون اینطوری نشد که آبروی ما ببره. چون جامعه فکر نکرده اینها پیدا شدن، جامعه هدایت نکرده اینها پیدا شدن. جامعه به فکر سرمایه هاش نبوده، سرمایه ها از دست رفته. یک روزی چرچیل وزیر دفاع انگلیس تأخیر کرد، کفشش واکس میزد. 5 دقیقه طول کشید که کفشش واکس بزنه. توبیخش کردن.
چرچیل مغز متفکر سیاسی نظامی انگلیس پیر استعمار باید کفشش واقع بزنیم؟ شما 5 دقیقه خیانت کردید به سرمایه های انگلیس. چه کار کردم؟ کفشم واقع زدم. گفت نه، باید این 5 دقیقه کسی دیگه کفش تو واقع میزد، تو فکر میکردید برای توسعه مستعمره های انگلیس. تو باید فکر میکردید. خدا عقل داده که فکر بکنیم و میدان فکر رو مشخص کرده. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. باید فکر بکنیم، برای همه فکر بکنیم. برای خودت تنها فکر نکن که حسودی و بخیلی. هر کسی برای خودش فکر میکنه. اگر عالم مسلمین هم باشه، رهبر مسلمین هم باشه، برای خودش فکر بکنه، این هم حسود هم بخیله.